تاقچه کلاوی کلاوی دخترک در حقیقت کلوب دوست می داشته یا در سرکش اومده تاقی بسرم تاقی کلاوی بسرم شوهرم با ما بگه گپی او برای ما قانونه چونکه او مرده من در زندگی مرد انتخاب میکنم صنعتکاری بسیار مشکله و با خاراکترهای ما با عادتهای ما به اندازه مشکله مختم رنگ بچه و خاراکترم سلام به همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایف به سهم همه شما میخوام یک چیز را برسانم که اون نفر نمیخوان از گرانیسه گذرن برای همه شما اکای جورابه کمک میکند و اون نفر نمیگوین که دکومنت های ما پره نیست و ما از گرانیسه گذشتن نمیتونیم خودی اکای جورابه این همه رو برداشت خود گرفته است و با ماشین های زمانوی شما رو برده میرساند و نگفتن نماند که من طول 7-8 ماه است با این نفر اکای جورابه شرطنامه دارم و تا این جانب یگام نفری که از گرانیسه گذشته است شکایت نکرده است پس اون نفر نمیخوان که از گرانیسه گذرن نویسن زنگ بزنن با نرخ ارزان با ماشین های زمانوی با دکومنت های پره شما را برده میرسانند چرخ فلکه چرخکی زرین داری ای تاجیک بچه لفظکی شیرین داری و اوچه میگه بچم خیلی دختری کلام شدی خواستگاران اومدیستن بیو یگان کسا که انتخاب کن بیو با شوخیش میکنم بسیار دختری شوخم حالی نمیاده تا ما کسی نمیدونم بسیار هم شوخیش میکنم میوچه همین دختری بچه صورت رو که دوست میداره ماهزی مایو حرفای شیرین داری ای کلابی بچه حرفای شیرین داری شاعر یاسمین دعوتова یاسمین شما گفتید که در لحظه‌های مشکلی هم همون وقتی ثبت و دیگر چیزها برادرانم دائما به جای پدر هم هستند پدر ترک کردند شما بله پدرم بگم از دنیا گذشتن فوت کردگیان شما همون لحظه پدر رو دیده البته چند ساله بود دیدن وقت بگم او قدر نشده ولی یک تقریبا 1 سال پیش شوهرم با ما بگه گپی او برای ما قانونه چونکه او مرده من در زندگی مرد انتخاب میکنم صنعتکاری بسیار مشکله و با خاراکترهای ما با عادتهای ما به اندازه مشکله مختم رنگ بچه و خاراکترم و اوچه میگه بچم خیلی دختری کلام شدی خواستگاران اومدیستن بیو یگان کسا که انتخاب کن بیو با شوخیش میکنم بسیار دختری شوخم حالی نمیاده تا ما کسی نمیدونم بسیار هم شوخیش میکنم میوچه همین دختری بچه صورت رو که دوست میداره شاعر یاسمین دعوتова یاسمین شما گفتید که در لحظه‌های مشکلی هم همون وقتی ثبت و دیگر چیزها برادرانم دائما به جای پدر هم هستند پدر ترک کردند شما بله پدرم بگم از دنیا گذشتن فوت کردگیان شما همون لحظه پدر رو دیده البته چند ساله بود دیدن وقت بگم او قدر نشده ولی یک تقریبا 1 سال پیش 1 سال پیش سبب چی بود؟ بسیار بیمار بودم پدرم بله بیماری وزمینی سرگذراندن و سنت شما رو دیدن؟ البته پدر من بسیار با ما ماننده چی میگفتن؟ میگفتن دختری خولیگانی ما دختری که با ما مانندی خونی ما جانی ما اتا میگیم با قولی کلابگی اتا میشود این 3 نفر که در شهر کلان شده دادا میگن و ما اتا میگفتم ما در کلاب کلان شدم جانی اتا میگفت هر جایی باشی تو بدون که ما امروز شاید برات نباشم و اگر که گذشت مای دنیا بدون که تو یک فرشته داری تو تنها نیستی و رضای خوشنودیش ما رو هم دیدن بله با ما دعا دادن ای همه مهم با ما دعا دادن با ما بسیار با مونندم خاراکتر بچگی بسیار هم دختری نوترسیم و پدرم رفته بعد امروز سوال میکنم دختری کی؟ دختری اکای دولت دختری دولتی کلابی دختری کلاب دختری تاجیکستان بسیار جوره دارم بسیار برادر دارم مزه درد
یعنی درد در چی میبینی؟ میگن شاید تو عشق سخت زندگی را در زندگی عشقی شکسته باشی. نه، برای من خنداوره که من برای یگان پسر قلبی خدمت دست بتم گریه کنم. جوانی ها این چیزا میشون. نه، من تنها برای پدرم گریه میکنم، تنها برای مادرم گریه میکنم، برای اون نفرایی که در حقیقتا هم قدری این آبی چشم دارن، برای که سببن در زندگی یک خونی مهند او که نمیبینن من نمیشیدم. برای او ما گریه میکنم، برای او ما میسوزم، برای او ما میگم که من غمگینم. این عشق باشه یا یک دردکای شیرین یعنی که میگذرن میرون. تاجیکستان همه مردم بگم با ماشینای گرانبها نمیگردن. شخصا خودم بسیار دختر عادیم و مردم چیزی عادی را دوست میدارن. مردم بگم خاکسار، مردم دهقان، مردم خاکسار بسیار برای هم بسیار دوستشون میدارم. ما هم یک ایامایم و زیادی خدمت حس نمیکنم. میدیدم حواس میکردم ما بودم میدویشیم های کنم سرود بخونم. یک روز همه وقت داشتم که این کلیپ کنم. بعد ویلیگده غلطیده پاهم خون شیده بسیار. در یک روز همگی من ویلیکه یاد گرفتم. هیچی شایدم زیبا نباشم، شایدم خشرو نباشم، شایدم سختی بد عادی باشم، اما خودمم کسی خودم زیادی نمیسازم. همین خیلی هستم، همین خیلی بشناسنم. برای هم مردم مرا دوست میداره. خیال میکنم که هر چیزی دارم. یک رو بله، هر چیزی دارم. مهرم ای اوای، دیلم ای اوای. امروز دستگیری کلان مردمی ما با ما دارن. برای همون عموما با کل دنیا به همه رحمت که مرا میبینن، دوست میدارن، حرمت میکنن، تماشا میکنن، دشمنی میکنن. حتی ما دشمنام حتی دوست میدارم. بگم با ما یک درس نشان میتن، با ما مهربانی را یاد میتن. شکر خدا، الحمدلله بسیار خرسندم. امروز هم در اینجا قرار داشتم سخن گفتنم برای ما یک فخره. برای همون گپای ما حد کنار نداره. هرچند که بگم مرا مامان کلان کدگی، من دختری بگم کمپیرک میگن، سرگپ میگن، نصیحتچی میگن، آچه میگه که بسیار خوش رو کار میزنه دوستمی. سببش چی باشه؟ مکتب رو با بهای چند خونده؟ دروغ نمیگم، من ماتماتیکا بسیار بد میدیدم. از خوردیم دوست نمیداشتم. مکتب شکر بسیار با بهای خوب وای کدگیم ختم کدگیم. بله، نقلاتون بسیار خوش رو میخوام. شاعری هم میکنم. این هم بعد میمونی ما هم سر و یادم هم شاعر.